این یه حقیقت تلخه که میخوام باهاتون در میون بذارم. پزشکی قانونی هر سال 100,000 پرونده رو بررسی میکنه. میدونی هر سال چند نفر بدون اینکه حتی کسی بشناستشون پروندهشون بسته میشه؟ خیلی‌ها تازه وقتی شناخته میشن که دیگه متاسفانه روی این دنیا نیستن. خیلی‌ها تازه وقتی دیده میشن که دیگه نیستن که بخوان از این دنیا و فرصتاشون استفاده کنن. ولی تو هنوز این فرصت رو داری، ولی تو هنوز وقت داری که قبل از اینکه دیر بشه خودت رو بیای معرفی کنی و به درستی نشون بدی و مثل یک مرده متحرک نباشی. قبل از اینکه دیر بشه خودت رو درست معرفی کن. بس دیگه این همه گمنامی و سکوت تا کی؟ وقتشه که خودت رو به درستی نشون بدی. من احمد معین هستم، مربی و مدرس فن بیان. این رو نساختم که بخوام بترسونمت، بلکه بعضی وقتا ما توی زندگیمون نیاز به یه تلنگرهایی داریم که بتونیم آگاه بشیم، بیدار بشیم. من اینجا هستم که صادقانه به شما عزیزان کمک بکنم که بتونید توی زندگیتون با اعتماد به نفس بالا اون سکوت‌های بیجا رو بشکنید و بتونید مثل یک ستاره بدرخشید و با اعتماد به نفس بالا، با تسلط بالا در هر جایی بتونید اون صحبت و یا سخنرانی‌های خودتون رو به درستی داشته باشید که بتونید ارتباطات بهتر و پایدارتر به همراه درآمد و فروش بیشتر رو در زندگی و کسب و کار خودتون ایجاد کنید. 90% خیلی از کارآفرین‌ها و خیلی از انسان‌ها دقیقاً به خاطر همین اعتماد به نفس پایین کلی از فرصت‌های خودشون رو از دست میدن و این شامل حالشون. پیشنهاد میکنم همین الان این ویدیو رو ذخیره بکنی و برای دوستاتم بفرستی تا فرصت‌های زندگیتون رو با اعتماد به نفس بالا بتونید به دست بیارید. برای همین اینجا توی این پیج همگی در کنار هم دیگه هستیم که بهتون کمک بکنم این فرصت‌های زندگی و کسب و کار خودتون رو به دست بیارید تا بتونید با بیان خوش جاودان و ثروت آفرین باشید.